استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینرن می هجال هر دریدن باش هادما پیشکش کرنا بولتنا دمجمیر سیا فرمو گرفتری سرمچا شاندکا انجمن سیویلیا رزگار کرنا عفنی سروک برزانی جهور گولین آزاردانا خلکی و بنپیکرنن کولدیجی کردان لعفنیتین انجامدان آگاه دار کرد 6 سال سرواندنا سرکرده کرد خباتکار بهزاد دورسن اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ایرو درباس بون به کوچاران ویساوی دیار با سندیکای روزنامه‌وانان کردستان سوریه گرتنا روزنامه‌وان و پیامنیر دستگاه آرکه احمد صوفی جالیه چکدارن پیده و شرمازار کرد داخوازا سربست برداناوی کرد پارتیا کیتیا دموکراتیک پیده زیرترج 100 تروریستن داعش زندان خواست سربست بردان دنباش دوباره سلام دیدار که دل گل سروک مسعود بارزانی شاندا انجمن سیویلیا رزگار کرنا عفنی سروک بارزانی جهور گولین آزاردانا خلکی و بنپی کرنن کول دیجی کردان لعفنیتین انجامدان آگاه دار کرد. سروک بارزانی لی پیرمان پیشوازی شاندکه انجمن سیویلیا رزگار کرنا عفرینه کر و دلگرانی خواه بتکچون روشا روشاوای کردستانه و بازار عفرینه بتایبتی داخویا کرن. دیدار در روشا سیاسی و مروحی بازار عفرینه روشاوای کردستانه و روشا گذرانی نشتجین بازار عفرینه و دربدران هات گوتو بش کرن. شاندا انجمن سیویلیا رزگار کرنا بازار عفرینه روشاوای کردستانه پیروزباهی سرکفتن لیسته پارتی دموکراتی کردستان لهلبجارتن پارلمان کردستان لسروک بارزانی کر و راگهاند به سرکفتن پارتی دموکراتی کردستان او سر بلندن و سرکفتن پارتی جهیویا همو آلیه کیه. هر ده جوینه در روشا سیاسی و مروحی باشار عفرینه روشا گذرانی نشتجین عفرینه و دربدران و ایریشن گوهرتن دموگرافیا عفرینه جالیه هزن جدا جدا و هاته گوتو بشکرن. شاندا میوان سروک بارزانی جهورگولین آزاردانا خلکی و بنپکرنن کولدجی کردان لعفرینه تینه انجامدان اگهدار کرن. هروها شاندا میوان گلیو گازند جواکا ناف دولتی کرن کو چافپوشی لبنپکرنن کو در حق کردان و دموگرافیا عفرینه تینه انجامدان دکه. لهمبرده سروک بارزانی دلگرانی خواه لهمبر پیشروژا روشاوای کردستانه و روشا عفرینه نیشاندا. گوتشی کو عفرین درش پیدر زنجیرا کارست و ستما کول گل کرد هاتیه کرن. ده داویده سروک بارزانی برچاورونی پیویست درباری هفکشه سیاسی دوره و پیشروژا سوریه و عفرین بوشاندا میوان خستنه رو. ایروش سال سرواندنا سرکرده کرد خباتکار بهزاد دورسن اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا درباس بون بیکوچاران ویساوی دیار با روژا 24 ماه دهان سال 2012 وکی ایروش بری 6 سالان و دمجمیر هفته ایواری دماکو سرکرده کرد پروار بهزاد دورسن اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لگل جوان کرد نضال سلیم حوران به اتومبیل خو بنیاز بو بری خو به هرما کردستانی به ارمانجا بریو برنا کارکی پارتی لسر خالق نورا گنده شکر خاچی و ملمر زیده جاریه چکدارن پیده و هاترواندن و تانها چارن ویساوی ندیاره سرکرده کرد بهزاد دورسن حسام سال 1908 تولی رفن پارتیا دموکراتا کردستان سوری بوده بهزاد دورسن حسام برپرس انجمن خواجهی انجمن اجتماعی کردی لدیر که بو دیده خویانیه که ده سندیکای روزنامه‌وانان کردستان سوریا گرتنا روزنامه‌وان و پیامنیر دستگاه آرکیج آلیه چکدارن پیده و شرمازار کرد و داخواز سربست بردانا احمد صوفی کرد. درباره گرتنا روزنامه‌وان و پیامنیر دستگاه آرکی احمد صوفی جالیه چکدارن پیده و سندیکای روزنامه‌وانان کردستان سوریا داخویانیه بلاف کرد. دیده گرتنا مدیکار احمد صوفی شرمازار کرد داخوازا سربست برداناوی کرد. داخویانیه که ده سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریا گرتنا روزنامه‌وان و پیامنیر دستگاه آرکی جالیه چکدارن پیده و دماکوش گنده بانا قصر لگل دو براین خواه ودگریان دیرگه شرمازار کرد داخوازا سربست بردانا احمد صوفی کرد. سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریا گوت کو بردوامی ده دروست کرنا فشاره لسر روزنامه‌وان کرد لروجاوای کردستان جالیه پیده و خدمتا بانگین خودی پیده ناکه گود بیجن روزنامه‌وان روجاوای کردستانی به آزادی به بهبونا ترسه کاری خود کن و دروست کرنا فشاره لسر کاری راگهاندنه و در انجام نرینی به دوف خبینه و پیده به هزا چک نکار راسیان لپیشیا گلی کرد لروجاوای کردستان وشیره گریارن خوین هوانه
پرده پوش بکه. د داخویانی ده سندیکای روزنامه‌وانین کوردستان سووریا داخوازا سربسبردانا مدیکار و پیامنری دزگاه آرکی کر. داخواز جه پیدا کر به صدما کو مدیکار نلگل نرینا پیدا نه ریگریه لی کاری مدیکاران نگره. روژا دوشمی 22 مهدهان 2018 مدیکار و پیامنری دزگاه آرکی احمد صوفی جالیه چکدارن پیدا و هاتا بنچاف کرن. روژا سشمی 23 مهدهان کسوکارن احمد صوفی جالیه پیدا و هاتنا آگهدار کرن کو احمد صوفی لباوانه و کلین ویلگل وره انجامدان و پشتره و وره دادگاه کرن او جی بیکو تتومت و دما دست پیش کرنا و کلینان بدخویا کرن. پارتیا کیتیا دموکراتیک پیده زیدتر جه 100 تروریستین داعشی جه زندانین خواه سربس بردان. لگوری راگهاندنا پیده وک دست پیشخریه که جالیه کمیته پیوندین گشتی یا هزین سوریه دموکراتیک یا سرب پیده و دو پیده 102 تروریستین داعشی جه تومتبارین اندامتی و آلیکارین رخصنا تروریست جه زندانین خواه سربس بردان. لگوری جدرنا سرب پیده و پروسه سربس بردان وان تروریستان لهورا رشو یا آهنگان لباجار حسکه لکردستان سوریه هاتا انجام دان. اوانه جارا یکمینه که هزین سوریه دموکراتیک و پیده گرتین داعشی زندانین خواه سربس برددن. دست پیکا وی مهدا پیده 23 چکدارین داعشی سربس بردان. دا که هجمارا گرتین داعشی اینکو هاتنا سربس بردان بگهجا 125 اندامی. هر لگوری راگهاندنا پیده ده هر 2 سالین بوری ده پیده زیدتر جه 800 تروریستین داعشی دبن گلک سرناوان ده وکل بورینا جشنان نیاز پاکی براتیا گلان لرقا طبقه عین عیسا من بجو دیرازوری سربس بردانا پروسین سربس بردانا داعشیان تنه به نابینکاریه که جه روسپین هوزین دوری و به تو دادگاه کرن تینا بردان توی توانین وان به بجداریا وان ده کشتنا بدهان جه سویل وشکاران ده هفدمی کو روزانه جنازین بدهان شهید جوانین کردستان سوریه ده انجامین شر قصد و داعش ده لگون دوار دیرازوری دگهجن کردستان سوریه. شاندکا تیلافا نشتمانی اپوزیسیون سوریه به ارمان جال درخستنا هنجوینان لگل سرکردین انجمان خواجهی گروپین چکدار ین لعفرین دمینن سردانا عفرین کر. عبدالرحمن مصطفى سروک ائتلاف نشتمانی اپوزیسیونی دل دوانه که داش مال پرا ائتلاف را داخویانی کو شاندک به سروکاتیاوی دو سردانا عفرین کر و بر هفت نونرن انجمن خواجهی را جویا. مصطفى سربار کر کو دوان جوینان ده لسر وان کارن کو دما بوری ده هاتنه کرن و چالاکی و پیشوچون هاتنه انجامدان و پیلانن وان دو قوناغا بده سکنین. سروک ائتلاف نشتمانی اپوزیسیون سوریه تکس کر کو ارمان جوان او کو رولا ریوبرین سیویل به همیشه و آلاوان بهستر ببه چالاک کرنا کارن حکومت سوریه دمکی و کار انجمن خواجهی لدوریا. شوپینرین مهجا بری کوم بلتنا دمجمیر سی بداوی بینن دوباره می سرنوچان بین بیراوا. دیدار که دل گل سروک مسعود بارزانی شاندکا انجمن سویل یا رزگار کرنا عفنه سروک بارزانی جورگولین آزاردانا خلقی و بن پیکرنن کولیدجی کردان لعفنیتنا انجامدان آگاهدار کرد. 6 سال سرواندن سرکرده کرد خباتکار بهزاد دورسن اندامی پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ایرو در باسمون به کوچارن ویساوی دیار با. سندیکای روزنامه‌وانین کردستان سوریا گرتنا روزنامه‌وان و پیامنری دستگاه آرکی احمد صوفی جالیه چکدارن پیده و شرمزار کرد داخوازا سربس برداناوی کرد. پیده زیدتر جه 100 تروریستین داعشی زندانین خواه سربس بردان. بلتنا دمجمیر سی بداوی هات هشاد و بختوار بن.